حکایتی ناسزاگوی که سزای ناسزاییش را دید. یک مردی ناسزاگو با یکی درگیر شد و شروع کرد به دشنام دادن. مردم با شنیدن حرفهای بی پرده او در غضب شدند و به سر او ریختند و گریبانش را پاره کردند و به بناگوش و گردنش مشتهای آبدار فرود آوردند. بیچاره در گوشه دیوار نشست. در حالی که از الم های های گریه می کرد، یک مرد جهان دیده که شاهد این ماجرا بود به او گفت: این چی کاری بود کردی؟ اگر مثل غنچه دهانت را می بستی، مثل گل پیراهنت پاره پاره نمی شد. شخصی به عقل و احمق سخنهای بیهوده می گوید و مثل تنبوری به مغز صدا نمی برآورد. آیا از آتش عبرت نمی گیری که سراسر زبان است؟ بنابر این در یک نفس می شود آن را با آب کشت و نابود کرد. اگر مرد هنر داشته باشد احتیاج به سخن گفتن ندارد، چرا که هنر خودش سخن می گوید. ولی صاحب هنر هیچگاه با زبانش خودش را تعریف نمی کند. اگر عطر خالص نداری مگوی که من عطر دارم، ولی اگر داری حاجت به گفتن نیست. با بوی خودش را نشان می دهد. اگر زر خالص و از کشوری مغرب باشد حاجت به سوگند خوردن ندارد، چون سنجش چی و چگونگی آن را نشان خواهد داد.